دادگاه ولایت ختلون مجگونه بیکماتووا یک زن ساکن دهه غلاوباد نویه خراسان را با جرم قتل بیرحمانه خوشدامنش بوبو کلانووا به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دوگانه او مدینه نور محمدزاده برای همدستی در این جنایت به 17 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بنا به فرضیه تفتیشات بیکماتووا و نور محمدووا نه فقط آن زن را در نزد نبیره خردسالش بوغی کرده کشتند، بلکه بعد کشتن او توسط تریزه به حجره دیگر در آمده 220 سامانی، یک تلفن موبیلی تمغه سامسونگ با ارزش 250 سامانی، یک جفت پایافزال زنانه با ارزش 25 سامانی و دو جفت کرته و پاجامه مرحوم را دزدیدند. خود این دو زن محکوم شده و یا ادوکات و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 12 نوامبر سال 2022 در شرح این پرونده پرسر و صدای قتل خوشدامن گفت بیکماتووا میجگونه ساکن جماعت دیهات غلاوباد نویه خراسان با دوگانه‌اش نور محمدزاده مدینه ساکن امین نویه با مصلحت پیشکی دست به آدمکشی با بیرحمی مخصوص و دزدی زدند. گفته می شود که میجگونه بیکماتووا از 25 ماه سال 2021 بنابر سبب در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتن شوهرش عبداللهیف با 3 فرزند خردسالش در خانه استقامتی خسورش در دهه غلاوباد استقامت میکرد. در این دوره بین بیکماتووا و خوشدامنش بوبو کلانووا منتظم مناقشه‌های عائلوی سر می‌زدند و بنا به فرضیه تفتیشات بیکماتووا در نزد خود مقصد گذاشته است خوشدامنش بوبو کلانووا را به قتل میرساند. پروکورور نویه خراسان به ضد این دو زن با اتهام کشتار با بیرحمی مخصوص و دزدی پرونده جنایی آغاز کرده بعد انجام تفتیشات به دادگاه فرستاده است. با حکم دادگاه ولایت ختلون از 27 سپتامبر سال 2022 بیکماتووا بر اساس ماده های 104 قسم 2 و 244 قسم 2 کادر جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با دسترسی ماده 67 قسم 3 کادر جنایی جمهوری تاجیکستان نسبتش جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 18 سال و 6 ماه با ادا نمودن جزا در کلانیای اصلاحی دارای نظامش عمومی تعیین کرده شد. نور محمدزاده بر اساس ماده های 104 قسم 2 بندهای 11 و 244 قسم 2 بندهای ب و گ کادر جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده نسبتش جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مهلت 17 سال و 6 ماه با ادا نمودن جزا در کلانیای اصلاحی دارای نظامش عمومی تعیین کرده شده است.